سلام دوستان عزیز، یه مدتی خیلی در خدمتتون نبودم. چند تا مسافرت بودم و وقتی که میری مسافرت حجم کاریت هم کم و زیاد میشه وقتی که برمیگردی. خب تو ویدیوهای ریلودینگی که من درست کرده بودم، آخرین مرحله فکر کنم قبل از چاشنی گذاری مندرول بود که من با استفاده از مندرول توی پرس گردنه پوکه رو گشاد میکنم. خب این من فکر کنم باعث یه مشت مسئله شد با بعضی از دوستان، مخصوصا یکی از دوستان بود اون موقع هی چپ و راست کامنت میذاشت و توضیح میخواست و فکر کنم باعث کانفیوژن شدم دوستان. به همین خاطر این ویدیو رو درست میکنم که این مسئله رو براتون توضیح بدم. همونجوری هم که عرض کردم تو ویدیوهای قبلی، 85 تا 95% کسایی که ریلودینگ میکنن دوستان این مرحله رو هیچ وقت انجام نمیدن. کسایی که تو مسابقات شرکت میکنن، مسابقات تیراندازی، بله اونا بلا استثنا این کار رو انجام میدن، ولی دوست شکارچی من این طور کاری اصلا به درد شما نمیخوره. عزیزی که میخواین تو 500-600 یارد تیراندازی کنید، این توی زندگی شما هیچ تأثیری نخواهد داشت. خب حالا توضیح بدم که جریان این اصلا چیه و چرا این کار میکنید. کسایی که ریلود میکنن برای مسابقه همیشه میخوان به یک فشار خاصی از احتراق بارود تو این پوکشون برسن. یکی از چیزهایی که باعث تغییر در فشار هست این تنگی این گردنه هست که چقدر فشار به روی گلوله میذاره و چقدر این فشار داخل این به قولن به وجود میاد که این گلوله رو فشار بده از پوکه خارجش کنه دوستان. خب کاری که من میکنم برای این هفته PRC منه و دوستان معمولاً 2000 اینچ از گردن از قطر چیزی که من میخوام. شما کسی دیگه ممکنه یه عدد دیگه بخواد. برای این کارتریج خاص من 2000 اینچ میخوام این قطر داخلی گردن 2000 اینچ از قطر گلوله کمتر باشه. پرس چیزهای معمولی و این دای هایی که من استفاده میکنم برای این که من رل بکنم، اینا دوستان مچ گرید هستن. مچ گرید یعنی مال مسابقه، در واقع مچ. و کاری که میکنه، ببینید اینو من دیساسمبلش کنم. این سوزن، این پینی که سوزن بهش وصله، یعنی این سوزنی که کارش چیه؟ چاشنی رو در میاره. درست؟ ببینید این قسمت باریکه، خیلی راحت داخل پوکه میشه و دای هایی که یا قالب هایی که مچ گرید هستن، شما باید چیکار کنید؟ شما یه بوشینگ هست که این بوشینگ یه عددی توشه روش نوشته و میگه که قطر خارجی پوکه رو موقعی که شما اینو قالب میکنید که به شکل شمایل اولی به اون سایز استاندارد اولیه برش گردونید، به گردنش که میرسه اینجا یه شماره ای نوشته و این شماره به شما میگه که قطر خارجی این رو این چقدر کوچیکش میکنه.
و این سوزن دیگه کاری نداره به گردن، این هم صافش میکنه هم تنگش میکنه. ولی حتی برای این هم اگر که کسی بخواد که چیز نکنه دوستان، ببینید این چیزی که من داشتم یه دونه دیگه‌ش هم میاد. ببینید این یکی قطورتره. شما میتونید این پینو در بیارید، این پینی که چاشنی رو میزنه بیرون در بیارید از این، بذارید داخل این و حالا دیگه این همه اون کارا رو انجام میده. منرول استاندارد سمی هست، SAMMI، یه استانداردی تو آمریکا فکر کنم باشه هست. این سمی که میاد همه ولیو ها یا اعداد ارقام اون چیزای سیفتی رو به شما میده. مثلا این پوکه باید چقدر باشه، اکشن باید چقدر باشه، تمام اینا تو سمی برای کارتریج های مختلف هست. خب این میاد اینو با اون سمی که حدوداً 10,000 اینچ بالا و پایین، یعنی شما 20,000 اینچ گپ دارین تو این که بتونید باهاش کار کنید تو سمی. هر شرکتی هم اون وسط یه چیزی رو برای خودش انتخاب کرده و اینها رو تولید میکنن. پس این کاری که میکنه، شما اینو توی قالبتون وصل میکنید به این صورت. وقتی که این حالا نصب شد درست، وقتی که شما این پوکتون رو قالب میکنید که اندازه بشه، این که داخل این رفت، یکی از اتفاقایی که میفته اول میبینید این گردنتون رو درست میکنه، گشاد میکنه و به اندازه هست که پوکه داخلش بره. حالا من اینم براتون اندازه میکنم که ببینیم فرقش چقدره. این کالیپر رو که من بذارم دور این، خب این مال 7 میلیمتره درسته، مال 7 میلیمتر 7 پی آر سی. دوستان گلوله 7 پی آر سی 284,000 اینچه. خب 0.284 284,000 اینچه. این 2825 دههزارم اینچه. خب 2825 دههزارم اینچ دوستان. خب حالا اونی که من میخوام 2000 اینچ کمتر از قطر گلوله هست، یعنی میشه 2820 درسته، 2820 میخوام من. فرق این با منرال من فقط 5000 دوستان. خودتون رو گیر این نکنید که حالا چون مصطفی منرول میکنه منم که حالا ریلودینگ دارم میکنم باید این کار رو انجام بدم. نه عزیزم، من فقط بهتون نشون دادم که من چه کاری رو انجام میدم و به قول معروف میگن که there is more than one way to skin a cat، یعنی شما پوست گربه رو راههای مختلفی برای کندن پوست گربه وجود داره و شما هم میتونید، لازم نیست که حتما این کار رو که من انجام میدم انجام بدید. پس این منرل رو برای دوستانی که مخصوصا تو ایران هستن و امکانات کمه، همه چی گیر نمیاد، از کلتون بکنید بیرون. من معذرت میخوام اگر که باعث شدم که کانفیوژن به وجود بیاد و شما اینو لازم ندارید. خود قالب ها چیزن. این یکی مال 7 میلیمتر مگنومیه که من دوستان استفاده میکنم برای شکار، تفنگ شکار من. اوکی ببینید این اصلا اینم چیز نداره، اصلا مچ گرید استفاده نمیکنم، این کاستوم گرید هست و
اصلا منجل نمیزنم. یا این یکی برای تفنگ دیگه هم هست دوستان، مال 280 اکلی ایمپرووده. من براتون باز میکنم. ببینید 280 اکلی ایمپروو 7 میلیمتر دیگه. ببینید اینم تو این گردنه نمیره، خود پوکه میزنم گشادش میکنه. پس لازم نیست که همیشه شما بخواین منجل بکنید، اصلا هیچ احتیاجی نیست، مگر ای که شما به قولن به طور حرفه‌ای مسابقه میدید و اگر هم شما در او حدی هستید دوستان، ویدیوهای من به درد شما نمیخوره. شما خودتون تو یه لول دیگه هستید دوستان. حالا که این اومد بالا، این هم دامی راوند 280 اکلی ایمپرووده. این هم 7 PRC هست. 7 PRC کتکلوفتره، زخیمتر از این هست، توپلتره. این هم به قولن لاغرتر و درازتره. و به گردنشون هم که نگاه کنید، درجه این شونه اینو با این مقایسه کنید، ببینید این یکی کوتاه‌تر و استیپ‌تر از اون یکی هست و در عوض گردن درازتره. یعنی گردن این یه گریپ سطح بیشتری از گلوله رو میگیره. اینم از 280 اکلی ایمپروود. خب پس عزیزان من، بازم اگر که من باعث کانفیوژن و گیج شدن بعضیاتون شدم، معذرت میخوام. این منترل رو از سرتون بکنید بیرون و به درد شما نمیخوره. امیدوارم که روز و روزهای خوبی داشته باشید.